بسم الله الرحمن الرحیم. فرارسیدن ماه مبارک رمضان را خدمت همه مردم عزیز ایران تبریک میگم. بنده سید محمد نعیم ابراهیمی هستم از استان زنجان شهرستان اپر. به 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 خوش آمدید. خوش آمدید. آسد محمد نعیم عزیزم از زنجان بی‌نظیر. زنجان رفتین همه دیگه؟ بله میریم انشالله. و تبریکی که آسد محمد نعیم گفت و آرام آرام هم داریم به سال نو نزدیک میشیم و انشالله که سال پر از خیر و برکت و رحمت و نعمت و سال عافیت برای مردم ایران و سال ظهور مولامون امام زمان باشه انشالله. محمد نعیمو یه بار دیگه برای جانانه تشویق کنین که بخونه برامون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بك يا رب السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رحمن يا رحيم. نعم يا رحمن يا رحيم. ما شاء الله. يا الله رحيم. الله الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يمد نفسك. ما شاء الله عليه. ما شاء الله عليه. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم خدا نعم خدا. ما شاء الله. أحسنت. بارك الله بارك الله بارك الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله يمد نفسك. ما شاء الله عليك. نعم. ويطول عمرك. الله يبارك فيك. ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان الله. الله أكبر. نعم. ما شاء الله. الله يبارك فيك. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. أحسنت. الله أكبر. نعم. أكيد. ما شاء الله. الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يا عزيز يا حكيم. يا عزيز يا حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحمن
نعم 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 ماشاءالله روح الله الله ست شاد کردی ماشاءالله ماشاءالله الله الله. احسنت إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر اكيد 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 ما شاء الله الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله اهدنا الصراط المستقيم يا رب مستقيم الله الله اللهم اهدنا يا رب الله الله يا رب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم چه کردی آصف محمد نعیم ماشاءالله عالی بود. ماشاءالله الله 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 طيب الله أنفاسكم. ما شاء الله الله عليك. احسنت سید محمد روح عبدالواسط را شاد کردی یک جهان سپاس یک جهان احسنت خب آقا اینجا دیدی حاج احمد آره ایشون یعنی جوری تشریح میکرد که اگه منم تشریح کنی از عبدالباسط هم باور کن بهتر میخونه. بعید میدونم ولی حالا بذار امتحان کنیم. بذار بعید امتحان میگم کنیم. بعید میدونم ولی ببینم تشویق کن. شما تشویق ببینم کن. شما حاج احمد هیچی از ارزشات کم نشده. ولی خیلی متعصبانه تشویق میکرد. آره ببینم ماشاءالله ولی رفیقشی دوستشی میشناس جدی رفیقشی برای سلامتی هرچی رفیق با برنامه سلامات افتخار رفیقش صلی علی که سلامات بعد دستش اینجوری خواستم یه گمراه صلوات دیگه بگیر برای سلامتی هرچی رفیق با مرامه سلامات بابا آدم یه دونه از این رفیق داشته باشه خب رفقا حسین میگم مردم هم رفیق دارم ما هم رفیق. آره به خدا نداشتیم ما. بذار من یه دقیقه میکروفون ببرم برای حسین منظورش چی بوده؟ اصلا نشنیده بگی حسنه نصف تو زد تو هدف زد. یه سلام آره، علیکم اینو حسین دیدی بایا گفتی، قسم من. تشویق همینجا وایسا میکروفونو بگیر بالا یه سلام علیکم رو به داورامون میزبانانمون رو عزیزم سلام به همه داوران عزیز علیکم و مردم ایران. انقدر داد زده صداش هم گرفته ماشاءالله تو هم میتونی مثل محمد نعیم بخونی یا نه بله بخون واقعا بله ببریمش ببرمش بالا تشویقش کنیم بیا. هر کسی روی صحنه نمیتونه بیاد حسینا حالا بریم بالا ببینیم چه خبره برو بالا این میکروفون هم ببر حسین ماشاءالله به اعتماد به نفس نعیم خیلی خوب خوندی ماشاءالله دمت گرم. آقا حسین یاد آقا بگیر. حسین آقا حسین یاد بگیر آقا حسین شما یاد همسنفی بگیرید بعضی معاصرین یاد بگیرید. حسنین جانم حسین جان شما همسنفی آقا محمد هستین؟ همسنفی یعنی هم کلاسی همسنفیشان هستین؟ نه خیر ما همسایه هستیم هم مدرسه هم بودیم. خب یه ذره- الجار ثم الدار اول همسایه بعد خانه یه ذره حالا از رفاقتتون بگین که با هم رفیق شدین بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حسین خلجی هستم 10 ساله از شهرستان اپر استان زنجان. من در رشته حفظ قرآن کریم در رشته مداحی فعالیت میکنم. احسین
نجسن حبیبی. درسته ای والله به افتخار حسنه. چقدر تمرین کردی که این نجسن رو بگه. یاد بگیرید بعضی از معاصرین یاد بگیرید. چند زبانه شدم الحمدلله. الحمدلله الحمدلله. حبیبی حبیبی نمیدونه باید بگی یاش حسین. آقای حسنه. یاش حسین یا شخصی آذربایجان. عزیز دلم رجون قبول. چی؟ نمیدونم اینجوری اومده. صنعت رو یعنی نه روزتون قبول. چی یه بار دیگه کردی باشه اون. رجون قبول. کردی نیست. آقا اون نجسن که گفتی یعنی چی؟ ها؟ نجسن. خب دیگه اجازه آیه موسوی همین زبون فارسی رو به خاک سیاه نشوندی بس. نه خداوکیلی حسنه. خیر انشالله. خداوکیلی فارسی رو شیرین میگه یا حبیبی. و همین خاطر دوستش دارن. آن که شیرینه شیرین گوش میکنه. انقدر که داره انگار که داره جوک میگه. عزیز حسنین انگار که داره احلى جوک میگه. حسنین احلى من العسل. بس خلاص بس لا فقط احلى من العسل والله. خب حالا حسین گفتی که حافظی، یعنی چقدر حفظی؟ من 6 جزء قرآن کریم. ماشاءالله. سید محمد نعیم که نفر اول مسابقاته، اینورم رفیقش حافظ 6 جزء قرآنه بحثن یاد. و این رفاقتشون اصلا خیلی شیرین کرده ماجرا رو. آقا من اولا سوره حمدو که خوندم می‌خواستم یه نکته بگم، حالا یه نکته اضافی ترم میگم. سوره حمد عزیزان مقایسه شده با کل قرآن. یعنی در آیات قرآن داریم که خدا به تو پیغمبر سوره حمد داده و قرآن. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. به تو ما حمد دادیم و قرآن. حالا ما اینا رو زیاد خودیم. نکته خیلی جالب بود. حالا هم دوستان دقت کرد ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. یعنی با اینکه خود سوره حمد معادل قرآنه. یعنی خودش جزء قرآن ولی معادل قرآنه. و این رو هم بگم حالا تا حسنین اون بخونن. ببینید ما 10 بار در طول روز باید سوره حمد رو بخونیم. تنها سوره است که باید بخونیم. و تمام معراج المؤمن و نماز و اینا بنده به دانستن سوره حمده. لذا از همه عزیزان بیننده و شنونده و کسایی که تو این استودیو هستن تقاضا میکنم به عظمت این ماه برن سوره حمد رو یه تفسیر مختصری ازش حتما بخوانند. مهمترین سوره است. اصلا مثانیه میدونید یعنی چی؟ یعنی حالت سن و منعطف داره به همه قرآن. یعنی همه قرآن مثل فهرست اجمالی قرآنه. یعنی مثل فهرست اجمالی کل قرآنه. اصلا بخون. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. این نکته هم فراموش داشته. تنها سوره ای که بسم الله الرحمن الرحیم آیه 1 سوره مبارکه حمده. آره ببینید این رفاقت شیرینی که من الان دیدم هم داشتم دیدم هی الله الله داره تشویق میکنه. سبحان الله عما یشرکون. که داشتیم با حاج احمدم نگاه میکردیم عزیزو. ببین منو یاد اصل بحث رفاقت میداده. یه 2 جمله راجع به رفاقت بگم. مسئله اخوت و رفاقت تو قرآن تو روایات ما بسیار بحث مهمیه. اصلا شما بسیار از رنگی که شما میگیرید محصول رفاقتتونه. شما 4-5 نفر دور و بریتون آدم مصاحبه کنه تقریبا میفهمه شما چی کاره ای. یه حرف چرتی خیلی ها میزنن، حرف چرندی میزنن، میگن نخه تو باید خودتو بتونی ببری تو جمعهای فاسد خودتو نگهداری. کی اینو میگه؟ کی این حرف از کجا در اومد؟ مثل این مونه که من بگم که آقا شما باید بری تو لجن اونجا تمیز بمونی مردی. بابا اصلا چه مردی؟ ببینید ما داریم مجالست الاشرار تورث و
سوء الظن بالاخیار، مجالست و همنشینی با آدمای شر آدم رو نسبت به آدمای خوب بدبین میکنه. ما وظیفمونه، رفیق خوب داشتن وظیفه ماست. رفیق خوب که آدم رو به خوبی دعوت کنه، نمازخون باشه، رفاقت انسانی باشه، خدایی باشه، این وظیفه ماست. الکی هم چیزی کسی نگه من میرم یه رفیقای بدی هم دارم هیچ اشکالی نه، من خودم رو میتونم حفظ کنم، هیچ کی خودشو نمیتونه حفظ بکنه. باید این دور و بریاشو آدم حواسش باشه. لذا من حالا این آیه رو از حامد جان عزیزمون میخوام بخونم. مسئله رفاقت هایی که بر اساس شر صورت میگیره، ما اینو داریم که وقتی که وارد جهنم میشن کل ما دخلت امتون لعنت اختها، هر کی وارد میشه اون یکی رو لعنت میکنه. یعنی رفاقت بدی بوده. خب از اون طرفش بهشتیا و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، برادرانه روبروی هم قرار میگیرن بدون کینه، بی کینه. برای همین حالا حامد عزیزم بخونه تا من نکته پایانی رو عرض بکنم. این المتقین فی جنات اللهم ارزقنا يا رب. ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله أكبر. وحسن أولئك رفيقا. الله ما شاء الله ما شاء الله. إنما المؤمنون إخوة نعم فاصلحوا بين أخويكم. لذا در این ماه رمضان در رفیقها خودتون تجدید نظر بله بکنید. شاید همشون هم نمره قبولی گرفتن ولی یه نگاهی بکنید. یه نگاهی بکنید. تجدید نظر اگه لازمه حتما بکنید. گفتن اگه رفیقتون مثلا اهل نمازی، اصل خدا پیغمبر نیست و این چیزا، آدم فاسدی، اعذب ثم اعذب ثم اعذب، دوری کن. حامد میخوامه الله دیم سنه آقا یاد بگید سنی نسن لمن حمده. نی نسن فکر کنم درست اومد ها. حسنه الان عربی رو فراموش خدا بگم چی کارت کنه. دوست دارم. قربونت. آقا من آقای موزعیزی، من حالا که این دو تا رفیقو دیدم یاد یکی از رفیقای شهیدم افتادم که ما میرفتیم جلسه قرآن. رضوان الله. تو ما از اون جلسات مثلا 2 ساعت 1 ساعت قبل از سحر تموم شد، ما داشتیم برمیگشتیم خونه، از جلوی خونه رد میشدیم، منم صدای جارو کشی میاد توی خونه، دارن خونه رو میشورن. خب تعجب کردم از اینکه حالا نصف شبی که داره خونه میشوره. یه لحظه فقط یه مکس کردم،
دیدم یه نفر با لباس سفید، پیرن سفید، شلوار سفید، حتی کفشش سفید اومد بیرون. من فکرم واقعا روحه. اومد گفت اینجا چی می‌خواستین؟ گفتم داریم رد میشیم. گفت برای چی اینجا وایسادین؟ گفتم یه لحظه. گفت شما این شبان می‌میزنین شیشه ما رو میشکنین؟ گفتم نه، تا اینو گفتیم یه چک زد تو گوش من. آقا تا گفتم آقا جواد شهید بخت سفید و آقا مثلا یه چکم زد تو گوش اون. گفتم آقا یکی دیگه زد تو گوش من. تا اومد دومی رو به جواد بزنه دستش رو گرفت. باستانی کار بود، قوی بود. گفت شما هر شب یه شیشه ما. گفتم آقا به خدا ما جلسه قرآن داریم میایم. گفت الان جلسه قرآن؟ الان. گفتم بله بیا اصلا بریم ببینیم، هنوز تموم نشده. و بچه کجایی؟ گفتم خیابون فلان. اسم داداشاتو بگو. یه آدمی. من اسم یکی از داداشام بردم که یه مقداری ازش میترسیدم. گفت شما داداش فلانی هستی؟ گفتم آره. گفت جون مادرت نگی من زدمتون. گفتم نه. خلاصه با هم رفیق شدیم، خداحافظی کردیم. بعد چند روز جواد مدی گفت احمد پریز رفتم سر ساندویچی همون محله هست. گفتم آره. گفت داشتم میخوردم این اومد، همبرگر رو خورده بودم، آخرش من گفت سلام آقا جواد، شرمنده اون شب من آقا همبرگرشون رو من حساب میکنم. گفتم من 2 تا چک خوردم، جواد یکی. آقا من تا 3 ماه میرفتم اونجا همبرگر میخوردم که این بیاد یه بار حساب کنه دل من خنک شه. آخرش هم نگیرم. حسنه جانم بریم بالا. بریم. خب تا رفقا میرن بالا، چی کار نمیدونم ولی میرم بالا. بیا. حاج احمد از رفیق شهیدش یاد کرد. بذارید بگم که برکت این افطار ما حضور خانواده عزیز شهید علی اصغر سلیمانی است که مادر و برادر عزیزشون تو جمع ما هستن. خود شهید سلیمانی هم قاری بودن، هم مداح بودن، هم ذاکر اهل بیت بودن. من دوست دارم مادر بزرگوار و برادر بزرگوار شهید سلیمانی بایستن، ببینینشون و جانانه تشویقشون بکنیم. خوش آمدین مادر، خوش اومدین. قربونت برم الهی، زنده باشین. خوش آمدین. رساله جان چرا گفتم حسن بیاد بالا؟ 2 تا دوست حالا تقریبا جدیدن دیگه نسبت به سنشون. 2 تا دوست قدیمی و تشویق نمیخوایم بکنیم. قربونت برم. واقعا رسالت عجب میزی شده، عجب برنامه‌ای شده محفل. من نشسته بودم داشتم فکر میکردم، از یه گوشه نگاه کردم دیدم حسنه نشسته از کشور عراق، استاد قاسمیان نشسته که جد ماست، آقای استاد ابوالقاسمی جد اجداد ماست، استاد جلال معصومی عزیز نشستن از کشور افغانستان که در لندن ساکنن. کاک پیام یک تشویقش بکنید، کاک پیام رو تشویق کنید. و حقیر که حضور داشتم، استاد رسالت همینطور. الان باز دوباره تاکید میکنم، دیدم حسنه سعی میکنه ترکی صحبت کنه. همه اینجا نشستیم رسالت از اقوام مختلف، کشورهای مختلف، قاریای مختلفی که حضور پیدا میکنن، مذاهب مختلف. کاک پیام عزیزمون از برادران اهل سنته. ما حتی در کشور خودمون برادران اهل سنت رو داریم، کنار هم شیعه و سنی وحدت آمیز هم افزایی میکنن و کمک میکنن به پیشرفت کشورشون. در کنار همه هستیم. چرا؟ شما به من بگید چرا؟ به چه وسیله‌ای کنار هم قرار گرفتیم؟ به چه وسیله‌ای کنار هم قرار گرفتیم؟ با این قرآن. ما با این قرآن کنار هم قرار گرفتیم. وحدت همون پیام خود قرآنه و واقعا هر کی مخالفت کنه با وحدت، با صراط مستقیم و راه خدا مخالفت کرده، با کلام خدا. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این شاه
آیات همین آیه که استاد ابوالقاسمی تلاوت کردن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. یا در جای دیگه میفهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. جای دیگه میفهم قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اینا همه آیات و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرین. اینا همه آیاتی که اشاره داره به وحدت، در کنار هم باشیم. چی ما رو جمع کرد؟ قرآن. چی ما رو جمع کرد؟ اهل بیت. دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود. رفیق. هر کسی کسی دارد یار نورسی دارد. هر کسی کسی دارد یار نورسی دارد. من هم تو را دارم جانم حق تو را نگه دارد. ای جانم حق تو را نگه دارد. ساقیا بده جامی، ساقیا بده جامی، زان شراب روحانی. پیش از این که این خانه روند به ویرانیم، پیش از این که این خانه روند به ویرانی. یا علی مدد مولا، یا علی مدد مولا، ای جان جانانم علی، یا علی مدد مولا، ای جانم یا علی مدد مولا. احسن احسن. هم آقای قاسمیان عزیز هم جناب پیام عزیزی عزیز رو جانانه تشویق بکنیم. خب آقا من یه خواهش دارم، حسن ختام چون زمانمون گذشته، تلاوت یک آیه کوتاه دست جمعی با حسین و محمد نعیم و شما دو بزرگوار. چه آیه رو میخونید؟ راحت. کجا رو؟ میگم ازگال یوسف. چی؟ ازغال یوسف. ازغال یوسفیان. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ممنونم، تشویقتون کنیم. خیلی ممنونم. نمیخوای به این بچه‌ها یه هدیه‌ای بدی شما؟ من در خدمتم. خودت بگو من چی بگم. حامی چی میگی؟ چی؟ کجا ببریم؟ بذار ببینم نعیم. من بگم؟ یه دقیقه ببینیم شما نعیم چی امر داره. بفرمایید. من داداش عزیز عرض میکنم قربونت خواهش برم. میکنم فدات بشم. صبر تا کن. وقتی تو هستی من به کسی نیاز یا ندارم. حبیبی فدات آقایان. بشم. من جان پشتم به تو عزیزم. گرمه. استغفر الله حبیبی استغفر الله. من بعد از خدا امیدم به توه. یا حبیب استغفر آره، الله. اگر نه افرادی دورورم هستن اصلا نمیشه روی اینا حساب. حامد جان میری، حامد رفتی رو صحنه یه آدم دیگه شدی. ببین این آسیاب به نوبت ها. رسالت جان صبر کن. میگم میشه با این دوتا عزیز سریال لولر هاردی رو تکرار کردیم. خدا شکر. خب آقایون خواهش میکنم جواب ندید. هر کسی خب. از درونش آدم و همونطوری. آقا ایام میلاد امام مجتباست، درونش. نزدیک عید نوروز. خواهش میکنم یه دست. نعیم به چی میگه؟ خاطر شما. قربونت برم، چشم. خاک پاتونم. نعیم جان بگو. به خاطر شما و شما. دمت گرم من نوکرتم. لا، استغفر. نعیم جان بگو بابا. اصلا شما امر بفرمایید عزیزم. من چی؟ ایشون که واقعا زیبا خونده، من کربلا میبرمش. ای جانم. مرسی دستتون در نکنم. یعنی مرسی مرسی دستشون در نکنم. ببخشید ولی من تکرار نمی کنم. هرچی به من دادین به حسینم ای بدین. جانم. ای جانم.
بلنشین بیستیم بلنشین اصلا بیستیم مطمئن بشم رفاقتشون دمتون گرم دمتون گرم دمتون انشالله گرم کربلا انشالله بیستین یه بار دیگه تشویقتون کنن وایسین همینجا